نداری؟ نه بابا زنمون کجا بود؟ نامزد داری؟ رفتم سربازی برگشتم حامله بود. پس چی داری؟ هیچی جز یه ننه و یه خونه گرایی. یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ نه بابا نه قربونت بگی بخواب عشق کنم انگولکمون نکن نه تو یاد اون چیزایی که نداریم بیفتیم مصبتو شک هرچی خورده بودیم پرید. ازدواجم دوباره ازدواج کردم الان در شرف سومین ازدواج. جنینم منو به دنیا نیومدم. فروشنده استخدام کردی یا سلام. به اولین سمیشو با ما خوش اومدید. برای کسایی که نمیدونن سمیشو چیه، ما ویدیوهای سمی اینستاگرام و تیک تاک رو با هم یک جا جمع کردیم بریم ببینیم که کلی بخندیم و شاد باشیم. آقا اصلا من میگم زحمتش با ما، لایک و سابسکرایبش با شما. بریم بزنید. گل شد؟ آره بابا گل شد. نشو بسم الله الرحمن. گل شد؟ اصلا من یه توپی بود من صلیب دیدم، گردنبند صلیب داشت، 2 تا گوشواره گرد داشت، یه خالم رو بازوش داشت. ماشاءالله همه چیو دیده جز اون چیزی که باید ببینه. نه عزیزم اصلا توپ نبود. گلم نشت. باید بزن گل شد. نه نشت. مجرد یا متأهل؟ در شرف ازدواجم دوباره ازدواج کردم الان در شرف سومین ازدواجم. چند سالتون شما مگه؟ من 40 سالمه. اصلا بهتون نمیخوره. دلیل این جدایی چیه میشه بدونم؟ شرایطم برای ازدواج خیلی سخته چون خانم مستقلی هستم، هر کسی رو در حد و لول خودم نمیدونم. مهریه بالا دارم، این که میگن مهریه کی داده کی گرفته نداریم، مهریه رو میگیرم. خب اگه میشه ازو دوربین ما یه زنگ بهش بدم بگو عزیزم شرط و شروطایی که گذاشتیم برای ازدواجمون که اصلا یادت نرفته، ببینیم چی میگه، ریاکشن چیه. باشه چشم مشکلی نداره. سلام عزیزم چطوری؟ سلام جیگرم. شرط و شروطی که من برای ازدواجمون گذاشتم که یادت نرفته. نه قربونت برم، من که گفتم به شما مثل ملکه میشینی مثل این نظیروفات تو خونه، من ظرفا رو میشورم غذا میپزم همه کارا با منه دیگه. خب خدا رو شکر. گفتم الان باز دوباره قبل از عقدمون یه زنگ بزنم ببینم یادت رفته یا نرفته. نه خیالت راحت. مرسی عزیزم از اینکه هستی. قربونت برم. شما واقعا حق داری که ازدواج 4م 5م 6م هم بکنی دیگه. مرسی. من دیگه نمیدونم چی بگم. داداش تنها تو نیستی که نمیدونی چی بگی، ما دیگه نمیدونیم چی بگی. 40 سال؟ چه ننه بزرگ من بود. اگه این 40 سالشه من 20 من جنینم منو به دنیا نیومدم. 40 سال تازه در شرف ازدواج سوم. از چند سالگی شروع کردی؟ بعد نمیگه خب انشالله این مثلا ازدواج آخرمه، میگه 4م 5م 6م. یعنی تو فکر اینه که مهریه رو از این یکی هم بگیره بره سراغ بعدی. بی خیال شو خانم، جوونای دیگه هم هستن. همینا ازدواج کنه میزن گیر شما شوهر بیاد دیگه. شب دیدی من میدونستم تو فکر ذهنت جای دیگه است. سری رو تو کردی اونور، سری برگشت اونوری خوابیدی. شب بخیر گفتی نه اینجوری گرمم میشه نمیتونم بخوام نیستم، خیلی گرمم میشه. برگرد اونوری. دیدی تا گفتم برگرد، دیدی میگم یکی دیگه رو دوست داری، برگشتی سری برگشتی. وای اصلا نمیتونم میستم اینجوری نمیستم. بنده خدا آقایون، شما خانم اصلا چرا با ازدواج میکنی؟ نمیدونم واقعا نمیدونم، سوالیه که ترجیح میدم جواب ندم. یعنی میخوابی آها بالشتو بغل کردی فقط بابا رو با هم بالشت ازدواج کن، اونوری شو اینوری شو. دل پولی داری خیلی احمق. بابا این لباسا رو ما میخوایم بفروشیم، یه بار دیگه دست افتاد ناموسم میارن داخل انبار جرت میده. ما پیرانای برش باکسی خیلی بیشتر. برو تو انبار. آره عزیزم 2 روز خیلی خستم، همش میرم انبار رو میام، واقعا انرژیم گرفته شده. بریم انبار؟ عشق من کار دارم یه خورده انجام بدم میام. برو اومدم.
خوشش اومد. فیلم زنبار نداری؟ فیلم های انبارم پخش کن ببینی. ناره فقط درخواست اینیم فیلم های انبار پخش بشه. خیلی خوشش اومد. فروشنده استخدام کردی یا کثافت خیانتکار. ببین رفتم تو پیج یه دختره لخت، بعد ببین چی براش گذاشتی؟ استیکر آتیش. یعنی به آتیش جهنم بسوزی که با این عکسای زشت و لخت و لهو لهوت گذاشتی تو پیجت. خب اون یکی چی؟ اون آبه چیه گذاشتی؟ یعنی توف به شرفت بیاد که با این عکسای لخت و لهو لهوت جوونا رو از راه به در میکنی. این یکی پس چی؟ چرا زبونتو در آوردی؟ گفتم یعنی من خودم زن دارم، گول تو رو نمیخوره. واقعا؟ آره. خدا وکیلی شیطون رو درس میده. کی ما؟ شیطون رو درس میدن دقیقا. اول اینکه این خانم مساعده. تو پیج خانم لخته چیکار میکرده که چیز تازه کامنتش بدهکارم دیده؟ شد. شما چرا میرین اصلا تو پیجا؟ ما میریم که بگیم به آتیش جهنم میریم تو به قبرتون ببره. بله مامان. سرباز شما از یک سگ نمیتونی مراقبت کنی؟ گوشی دو جسی؟ I love you, مامان. جسی I love you مراقبت کن. جسی مراقب باش من میام خونه. I love you. I love you. من کردم پیرمرد فقط تأسف ماه چه جوونای ما چیکار آخر اصلا خوش نتونست خنده‌شو کنترل کنه. من بخوام توی خنده مترو میخوام با گوشی با دوستم صحبت کنم از خجالت آب میشم. بعد یارو چقدر داشتمت کرد. یعنی دوربین رو فقط موندم کجا جاساس کرده بود که داشت همه مترو رو میگه. جالب بود. آره اینش باحال بود. امشب خیلی حواستون رو جمع کنید. خواستگار که میاد میخوام طبق رسم و رسوم خودمون ترکا بریم جلو. امیدوارم رسم و رسومتون مثل زمان خواستگاری پسرتون باشه، چون شما رسم و رسومتون جوریه که سبک میگیریم مهریه. خفه شو دهنتو ببندا. حق نداری امشب جلو مهمونا فتنه بپا کنی، چون تو جایگاهی نیستی که بخوای دخالت کنی. ببینید شب براتون چه آشی بفرستم. امشب حواست خیلی به ذهنت باشه ها، خرابکاری نکنه ولی خودم طلاقشو میگیرم. باشه مامان حواسم هست. خیلی خوش اومدی. حالا که تنها اومدی برای خواهر من رسم مهدی و شیربه‌ها سنگین باشه. خواهر من فاطمه باید با عزت بره خونه شوهرش. کمتر از این یعنی بی احترامی به رسم ما ترکا. یونس جان من اون روز که با مادرتون تماس گرفتم صحبت کردم گفت قرار بود که مهریه رو کم بگیرم. من میخوام ماشین معامله کنم که اینجوری با من رفتار میکنین؟ آفرین آقا پوریا، دقیقاً همینه. واسه عروسشون رسمشون سبک گرفتن بود، واسه دخترشون رسمشون طلا و جواهراته. قرار بود تو خفه شی ها. مگه بهت نگفتم سکوت کن؟ تا مادر من اینجاست حق حرف زدن نداری تو. چی شد؟ به عروستون میرسه رسمتون سبک گرفتنه، برای دخترتون سکه به اندازه تاریخ تولد. رسم ما فارسا اینه که همه چی به عهده دختره. ما هم به یگانگی الله مهریه رو یه دونه میکنیم. اگه اوکی ادامه بدیم، اگه نه من برم. تازه ادامه داره. این سمچی که میخواید ادامه‌ش هم ببین خفه شاغن فتنه پا کنی امشبا. تمام من اینجاست یقمن حرف بزنه. شق سناریو شبیه سناریوی فیلم های ترکی بود. آهنگ پس آره دقیقا شق بگم شو در رزا اصلا تو کی؟ باشه بحث کنترل کن. من تو رو چرا گرفتم؟ داریوش دوست دخترم و دوستش امشب میخوان بیان اول بازی در نیار. میخوام اینقدر مغرور باشم 20 دقیقه اول تو چشاش نگاه نکنم. مطمئن؟ جذاب لعنتی. تمام. قول میدی هیچ وقت تنهام نذاری؟ بله. من بدون تو میمیرم. من حاضرم به خاطر تو علی هم بکشم. تو چشاش علی هم بکشه. من راست گفتی 20 دقیقه اول تو چشاش نگاه نکنم. حاضرم به خاطر تو علی هم بکشم. باشه. جذاب لعنتی. جذاب لعنتی. جذاب لعنتی. پشتیمون جذاب جون نکن از این کارو. خب اینو باید سمیشو امروز ما تا یه سمیشو دیگه
به خدا میسپارمتون، ولی یادتون نره که قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب کانال ما یادتون نره. شاد و پیروز باشه. خدا نگهدار.